الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انکم متبعون. آیه 52 سوره شعراء. قسط اول داستان موسی علیه السلام که شکل مناظره را داشت و فرعون تمام زوری خود از نگاه حجت و دلیل زد. ساحرای ماهر آورد، لیکن زمانی که ساحرا دیدن که عملکرد موسی علیه السلام بنابر اساس حقیقت و واقعیت است، سحر و جادو نیست، زود که ایمان آوردن. ولی الله متعال ایمان ازواره صفتش بیان میکنه که ایمانی بود که حالی از او فرعون ظالمی که سالها مردم از پیشش خیلی زیاد حراس داشتن، امروز امی مردم از فرعون نمیترسن بلکه اعلان مبارزه را میکنه و هیچ نوع حراس از او نداره. انتهایی است که تو عمل خود یا کارکردگی خود در موارد دنیا سر ما انجام میدی، اما ما امید آخرت داریم و این مرگ افتخار خود دانست. این موضوع تکان بزرگ هم در قدرت فرعون بود و هم در بین قلبای مردم، چرا که حقانیت موسی علیه السلام برای مردم واضح می شد که این قدر ساحرا چطور به موسی علیه السلام تسلیم شد. از او خاطر موسی علیه السلام بعد از او یک کم جایگاه پیدا کرد در بین قوم، دعوت خود شروع کرد. کم کم بنی اسرائیل تحریک کرد و فامان شد که شما تا که بیگارکشی فرعون کرده را ایستی کمی از همت کار بگیره. فرعون فهمید که اگر موسی علیه السلام موقع بده حتما جنجال برش جور میشه و امو خوابی که دیده بود یا ایسته که در بین بنی اسرائیل گپا تا و بالا شده بود که سببی از بین بردن حکومت و قدرتش میشه، او گپا دیگه وادار ساخت فرعون که در صدد گرفتن موسی علیه السلام و تابعدارایش شود. اما الله متعال اجازه داد به موسی علیه السلام که قوم خود ببره. بردن قوم طوری بود که یا به نام از که ما صبح یک مراسم مذهبی داریم، از او خاطر در بیرون شهر می رویم. مردم خود آگاه کرده بود که با این بهانه می رویم هجرت میکنیم. از همون خاطر بعضی زیورات قبطی‌ها را هم جمع کرده بود و او را امرای خود برد. وقتی که شب حرکت کرد به این قدر تعداد مردم برآمدن کی پنهان باقی میمانه سری فرعونیا. هدف اصلی موسی علیه السلام فهمیدن. فرعون در تلاش شد که لشکر زود جمع بکنه و دنبال موسی علیه السلام بره او را تعقیب بکنه. الله متعال آلی اونمو بخش داستان موسی علیه السلام بر ما بیان میکنه. در اینجا الله متعال اول امر میکنه به موسی علیه السلام که بندگان مرا ببر بعضی حصه های شب. همیشه انبیا علیهم السلام که حرکت کرده چون دشمنا در مقابلش خیلی زیاد بوده، از او خاطر از راه های پنهان کار گرفته و در ساعت های حرکت کرده که دشمن سرشان آگاهی نداشته باشه. امروز هم تمام مبارزات که صورت میگیره به صورت پنهان، از او خاطر راز خود از دشمن پنهان داشتن یکی از جمله اسباب و یا وسایل کامیابی انسان است. انسانی طور نمیکنه که بنگی برالا به دشمن خود در میدان بکشه که دید سینیم، این کار نمیکنه بلکه تدابیر میگیره تا اینطور نشوه که جانی از او هدر شوه و بیفایده شوه. از او خاطر الله به موسی علیه السلام فرمان میده که بنی اسرائیل امرای خود ببر. اینجا چرا الله متعال امینجا حکم مبارزه را نمیده که در مقابل فرعون مبارزه بکنه؟ نکته ایجاست که یا کم هستن، فرعون در جایگاهی که قرار داره نیرو و قوتش خیلی زیاد می باشه و افرادش به مجردی که آواز بده کل جمع میشه. از او خاطر تاب مقاومت ای مجاهدین یا تابعدارای موسی علیه السلام نداره. اما زمان لشکر فرعون از منطقه کوچ میکنه یک جایی میرسه، باز اونجا میشه که یک لشکر قتل لشکر دیگه در حالت مبارزه باشه و مقاومت بکنه. به خاطری که در اصل منطقه برآمدن خود به خود قوت انسان کاسته میشه، زود داری با طلب کردن لشکر که زود به کمکت برسه. در بین شهر و منطقه زود آدم میتونه کمک طلب بکنه و دشمن از هر طرف محاصره بکنی. از او خاطر دوم است که قاعده است که هرگاه یک لشکر بیرون کردی از خانه هایشان و از منطقهشان، امو رعب سابقی امو منطقه که برای کدام پاچه ها و حاکم است او از دل امی لشکر بیرون میشه
تا وقتی که در زیر قدرت و سایه قدرت یک کسی زندگی میکنی خامخا ترس و هراس تو زیاد میباشه، ولی زمانی که از او میبری ترس و هراس گم میشه. از او خاطر الله فرمان داد و اوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به موسی علیه السلام ان اسری که ببر به عبادی بندگانی مرا. از این معلوم میشه که مردمان خاصی بودن که تابعداری نظام الله را کرده بود، دعوت موسی علیه السلام قبول کرده بود. از او خاطر الله تعبیر به عبادی میکنه. انکم متبعون، پیش خبر داد شه که شما تعقیب کرده میشوی، یعنی در پشت سرتان لشکر فرعون میایه و اینطور نمیمانه شما را. فارسل فرعون، این خبر الله متعال به موسی علیه السلام گفت که لشکر فرعون تعقیب میشه. آیا او کامیاب میشه که یارا گیر کنه و بعد از او چیزی که از دستشان میاد سرشان بکنه؟ لیکن نه، این کارای الله متعال است. هنگامی که الله اراده میکنه هلاکت کسی را، در جای مرگش الله اسباب مهیا میسازه. زمانی که ابو جهل خیلا چی میشود از بین میرفت، اسباب جهلش الله برابر کرد با بسیار غرور و بس خروش برآمدن که ما قافله خود نجات میدیم. قافله وقت نجات پیدا کرد، اما الله که مقدر کرده بود که یا باید در میدان بدر هلاک شود، ابو جهل خیلا گفت ما این کامیابی خود جشن میگیریم در چشمه های بدر، از او خاطر اعلان کامیابی خدا میکنیم. الله متعال این قسم مردم وادار میسازه که در جای مرگ برسه. فرعون از او قصرهای مجلل الله علی بر ما بیان میکنه که چطور در جای مرگ خود میبرن و چی اسبابی برای برآمدن پیدا میشه. همین قسم مرگ یک انسان الله که در کدام مملکت و در کدام جای مقدر کرده اسباب پیدا میکنه که باعث میشه برای برآمدن انسان در اون منطقه و در اون جای، در حالی که در یاد و گمانت نمیباشه که در این جای بیای یا نه. مثلا یک کسی مرگش مقدر در جرمنی، در کانادا، در انگلستان بود، چی شد؟ اسباب هجرت پیدا شد، اینجا مداخلت در دولت پیدا شد، مردم آواره شد. ما دیدیم که مردم ما و شما چقدر مردم جنازه هایشان یا جسدهایشان در مختلف گوشه های دنیا رفت. الله متعال اونمو مقدر کرده بود و اسبابم برش مهیا کرد. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، خبر شد که موسی علیه السلام حرکت کرده به امرای متابعدارای خود، گفت والله برای ما جنجال جور میکنه، سبا غم است برای ما، حکمت ما را متزلزل میسازه، از او خاطر باید یا تعقیب شوه از بین برده شوه. حالی دیگر روان کرد ملازمه را چی جمع کنه، حاشرین که جمع کننده باشه، قبطی‌ها را بیاره، به خاطر که مردم در مقابل بنی اسرائیل حساس و دشمنی داره. حالی دیگه برن ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، هر کس که وقتی لشکرکشی میکنه شرط اولی پیروزی اینمی لشکر امی باشه که مورالی تابعدارای خود بلند چی نگاه کن. اگر مورالی لشکر ضعیف شوه یتمن شکست میخوره. فرعون به خاطر بلند داشتن مورال افراد و لشکر خود چی میگه؟ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، این مردمایی که از ما گریخته یا بسیار گروه حقیر، لشرذمة یعنی گروه حقیر و کم، قلیلون کم هستند. یکی حقیر است که سالا بیگاری ما را کشیده یا دیقانه ما و شما بوده، معزی که چشم سرش بکشیم و همونطور نفس میده. دوم است که او قدر نیستم، ما کجا، لشکری ما کجا و مردم کجا. و انهم لنا لغائظون، یقینا یاخو برای ما را سخت خشمناک ساخته، یعنی ما را چیسته که مخالفت دینی ما را میکنه و از نظام و تابعداری ما تا آلی را یا غلامی ما را میکرد، آلی سرکشی کرده رویسته، از او خاطر باقی شد از نظام ما را بسیار در غضب آورده. از امو خاطر میگه ما تا کی حوصله کنیم؟ این مردم باید نمانیم، اگر بمانیم برای ما جنجال جور میکنه. و انا لجمیع حاضرون، ما یقینا تمامی ما حاضرون دو مطلب داره. یک مطلب یعنی ما بیمناک هستیم، خطر احساس میکنیم از این مردم. چرا؟ این موسی که در بین این مردم باشه، این مردم آخر منسجم میسازه، در مقابل ما حتما قیام میکنه و حکمت ما را بالکل دیگه متزلزل میسازه، از بین میبره. از او خاطر ما باید احتیاط بکنیم. دو معنای حاضرون نیست که ما بسیار بیدار و ما بسیار چی هستیم؟ محتاط هستیم، دوراندیش هستیم. پیش از اینکه واقعا یک کار در پیش بگیره ما چارش پیش از پیش میکنیم. از او خاطر قبل از اینکه یا لشکر قوی را پیدا کنه منسجم کنه علیه ما مقابله بکنه، از امیالی باید یا را از بین ببریم، دیگر را نداریم. فاخرجناهم من جنات و عیون، الله میگه ما کشیدیم امی فرعونیا را
من جنات از باغای خیلی سرسبز و شاداب، و عیون چشمزارهایی که آبی روان داشت سرد، و کنوز خزانه ها، و مقام کریم جاهای عزتمند و خیلی مرفع، جاهای عیاشی که بسیار منزلای بلند بود و قصرهای مجلل بود. الله متعال میگه چه قسم میکشیم یک انسانی که به امید یک جای ساخته باشه، از او آرزوهایش بسته باشه و نمیخواد که از اوجا انتقال بکنه به جای مرگ خود بره، اما الله اسباب مهیا میکنه. اولیا از زیاد غصه برآمده که ولی لشکر موسی علیه السلام تعقیب بکنه و گیر کنه که وار از بین ببره، وگرنه در غیر از او این مردمای تن پرور و عیش پرست که سالا در این طور قصرهای مجلل و باغای سرسبز و شاداب زندگی کرده یا آماده به این نمیشن که بره در جاهای دور. لیکن الله متعال چطور اسباب پیدا کرد؟ کذالک اینمی قسم الله میگه اینمی قسم ما کشیدیم از خانه هایشان، از قصرهایشان، از باغایشان، و اورثناها بنی اسرائیل، ما باقی گذاشتیم امی جاهایشان برای بنی اسرائیل. یک مانا و اورثناها به میراث دادیم بدون محنت و زحمت برای بنی اسرائیل. در اینجا اختلاف مفسرین هست که آیا ها ضمیر راجع به می قصرهای به می باغای فرعونی است یا نه که ها ضمیر راجع به چی بیت المقدس و فلسطین و اینجا هست. یک تعداد قائل به است که ها ضمیر راجع به قصر هاست و تقریبا سیاق آیات های قرآن کریم هم امیر تقاضا میکنه. البته اختلاف ده است که موسی علیه السلام پس به مصر نآمده و همینطور رفتن در سرزمین فلسطین، از او خاطر چطوری را به میراث گذاشته؟ از او خاطر کسایی که قائل به است که مراد از این قصرها و امی باغای فرعونی است که به میراث بنی اسرائیل داده، اصلا اینطور است که بنی اسرائیل در اول نامده پسان آمده، یعنی در آینده امی جاها در میراث بنی اسرائیل رسیده. و بعضی میگه که نه، یا یک دفعه پس گشتن بعد از باز حرکت کردن در سرزمین شام، یعنی اول مرتبه بعد از هلاکت فرعون باز گشتن مصر در چی سلطه خود آوردن، بعد از او انتقال در فلسطین شده. و بعضی قائل به است که نه، اصلا بنی اسرائیل تقسیم شدن، یک تعداد پس در مصر آمدن و یک تعداد کثیر رفتن طرف فلسطین. این توجیه تقریبا خیلی مناسب است و مطابق سیاق آیات قرآن کریم هم جرامت داره. اما بعضی مفسرین ها ضمیر راجع به بیت المقدس میکنه، سرزمین شام و فلسطین میکنه، میگه ما به میراث دادیم سرزمین شام و فلسطین به بنی اسرائیل، یعنی او منطقه را یا بدون کدام محنت جنگ و جدل تصرف شدن. اردو سرزمین در دسترس بنی اسرائیل آمده. البته این کلش توسطی کی الله متعال که الله قدرت رعب به بنی اسرائیل داد که اردو سرزمین در تسلط از یا آمدن و این علت ازی بوده که تابعداری پیغمبر خدا کرده، سخن پیغمبر در زمین نگذاشت، الله عزت برشان داد. اردو موقع یعنی در اردو جایی که یا همیشه بیگارکش و ذلیل بود، الله پس امو مقام و منزلت برش داد. از او خاطر درس است برای ما، در هر تاریخ اگر امت جمع میشه در گرد پیغمبرش و سخن پیغمبر در زمین نمیگذاره، الله او قوم ذلیل نمیسازه، او را عزتمند میسازه. صحابه کرام وقتی که پذیرفتن سخنای رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله اینطور عزت و مرتبه و مقام برش داد که هر طرف رخ میکرد از او کده که بزرگترین امپراتوری نبود در مقابل از یا کسی هم تاب مقاومت نمی آورد. آلی خب پیغمبر نیست. اگر ما در تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع شویم مطابق از او عمل بکنیم، الله بازم عزت بر میگردانه. اما تاسف در اینجاست که آلی خودخواهی ها و افکار چیست شخصیت پرستی ها خیلی زیاد شده. در جای رسول الله صلی الله علیه وسلم رهبریت و بزرگی را افراد دیگه گرفته. آلی کسی که کلانی تنظیم باشه فقط نعوذ بالله برای مردم اونمو هر چیز است. اگر او برش میگه که اینی کار بکو، یا کس نمیگه که حرام است یا نه، این حلال است یا نه، این کار رواست یا نارواست، بس امور انجام میده. از او خاطر است که ذلت و رسوایی دوچار ما شده. فاتبعهم مشرقین، تعقیب کردن یعنی در تعقیب از یا پرداختن مشرقین در وقت درخشیدن آفتاب، یعنی وقت طلوع آفتاب. همین تقریبا آفتاب در طلوع بود که لشکر فرعون حرکت کرد، در حالی که موسی علیه السلام شب حرکت کرده بود. فلما ترى الجمعان، هرگاه که یکی دیگر را دیدن یعنی روبرو شدن در دو طایفه، لشکر موسی علیه السلام، قوم موسی علیه السلام و لشکر فرعون. لشکر فرعون خب نیت انتقام رفته، مسلح و خیلی خود منظم کرده. بنی اسرائیل بیچاره خب به خاطر فرار
از خانه ها بیرون شده، همراه خود اسلحه و گپام قدر زیاد نداره. اون رود نیل است یا بحر قلزم است، در پیش رو که حالی تیر شدن نمیتونه، نه کشتی است نه کدام راه دیگری از او بحر تیر شدن غیر ممکن است. از او خاطر او طرف خاکبات و چیسته گربات لشکر فرعون دیدن. بنی اسرائیلی که سالا بیگارکشی فرعون کرده بود و زور و ظلم فرعون بلد بودن، از او خاطر سخت در استراب و پریشانی قرار گرفتن. پیش موسی علیه السلام آمدن که الله تباه شدیم، ما اگر سابق و خوب بودن یک بیگار میکرد این دفعه که گیر کنه آلی ما را دیگه زنده نمیمانه. تو کارایی کردی موسی علیه السلام که امی زندگی و حیاتی که نیمه داشتیم امیرم بر ما روان ندیدی، امیرم از بین میبری. از او خاطر زود آمدن پیش موسی علیه السلام. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، صاحبای موسی علیه السلام میگه انا لمدرکون، ما گرفتار شدگان هستیم، گیر شدگان هستیم و رای فرارم نداریم که پیش روی ما بحر است و پشت سر دشمنی ظالم آمد، تا بی مقاومت و مقابله رم نداریم. این دربدری بزرگ است. آل دیگه زبان ملامتی را سر موسی علیه السلام شروع کردن که خوب بودم و نیمه زندگی گم کو، تو ما را آلی آوردی نه خلاص دیگه آلی مکمل زندگی ما ختم میشه. انبیاء علیهم السلام خو اینطور کاری را نمیکنند، کاری که به دستور الله باشه، الله متعال باشه و هیچگاه ناکامی نداره. از امو خاطر کدام فرمانی که الله به کدام چیز داده و را یاد داشته باشه، شاید سختی و تکلیف خیلی زیاد شوه اما انجام کامیابی است. از امو خاطر دستور جهاد و مقابله را الله داده، الله متعال به مسلمان ها این فرمان داده. هیچ وقت در جهاد و مبارزه مسلمان شکست نمیخوره. صحیحه که تکلیف ها و مشقت های زیاد بر بالای مسلمان ها میاد، ایران برای پخته شدن مومنا، برای از اینکه الله امتحان خدا خوب کامل کنه، همو کس تمیز بیاره در بین مخلص و منافق و نعوذ بالله کسایی که ترس از دشمن داره، این را جدا میکنه. اما انجام کار قطعا الله کدام امر که فرمان داده باشه او را در ذلت و رسوایی نمیکشانه، الله حتما کامیاب میکنه. از او خاطر موسی علیه السلام با حوصله کلان، با سینه فراخ، با چیسته استقامت و پایداری قوی، ایدن و حراس در چشمش دیده نه، میگه قال کلا، نه این گپارا شما نزنه که ما دیگه تباه میشیم، این ما را گیر میکنه. چرا؟ ان معی ربی، امرای ما پروردگارم است، سیهدین، زود است که الله متعال ما را هدایت کنه، راه مبارزه را، راه خلاصی را برای ما نشان بده که ما چی کار بکنیم. چی اینجا میگه چیسته الله امرایم است. و در اونجا که پیغمبر علیه السلام بود امرای ابوبکر رضی الله عنه ان الله معنا گفته بود، الله همراهی و کمک الله با امرای اردو بود. پس اون مردمایی که دشمن ابوبکر رضی الله عنه است خاک سنگ در دانشان، در فکرشان، که او را میگه نه ابوبکر کدام کرامت و فضیلت نداشت، او نعوذ بالله آدمی بزدل و چی بود. اونجا نصرت الله امرای ابوبکر رضی الله عنه است. اینجا موسی علیه السلام تنها معیت الله را قطعی خود بیان میکنه. فاوحینا الی موسی، الله میگه ما وحی کردیم به موسی علیه السلام ان ضرب بعصاک الحجر، که بزن توسط عصای خود البحر، دریا را، بحر بزن. فانفلق، شق شد، جدا شد. فکان بودمی بحر کل فرق، هر پاره از امی آب، کالطود العظیم، به مثل کوه بزرگ، هر شق آب به مثل کوه بزرگ شد. بله در همه امور که کدام خاصیت وجود داره الله گذاشته، اگر الله خاصیت از پیش بگیره میگیره. آب سیال که روان بدون حایل قطعا آب چی نمیشه؟ بند نمیشه. با زوری آب کس نداره، آب بسیار زور داره، آنقدر زوری قوی داره بند کردن. از امو خاطر در جایی که بندا انداخته میشه آنقدر از قوت و استحکام از کار گرفته میشه که پرسان نکن، چرا که آب خیلی زور داره. لیکن اینجا چطور؟ امی آبی سیال مثل کوواره، بند کوواره، امی طور استاد میشه در بین رای خشک و رای ترم نه. سالا بحر در اینجا رفته، لیکن بحرا همیشه سیالای میباشه که انسان گور میره در سیالایا، لیکن الله متعال در آن واحد دور خشک میکنه توسط یک زدن عصای کی موسی علیه السلام. عجیب است که عصای موسی علیه السلام بحر با هم چی میکنه؟ جدا میکنه، سنگ آب از پیش میکشه، اما دماغ بنی اسرائیل و فکر بنی اسرائیل جور نمیشه. این بسیار سخت است که موسی علیه السلام عصایش قدر کمالات داشت، لیکن بنی اسرائیل با سخنای موسی علیه السلام جور نمیشه.
و ازلفنا ثم الاخرین، ما نزدیک آوردیم، ثم دمیجه الاخرین دیگرا را، یعنی لشکر فرعون هم نزدیک آوردیم دمو حالتی که به حرمی طور استاد است. و انجینا موسی و من معه اجمعین، نجات دادیم موسی علیه السلام و کسی که امرای موسی علیه السلام بود اجمعین تمامیشه، که مقتضای صفت رحمت الله متعال است. ثم اغرقنا الاخرین، بعد از او ما غرق کردیم دیگرا را که قوم فرعون است، که مقتضای صفت عزیز بودن الله متعال است. الله ارادش غالب است، هر چیزی که الله بخواه او شده نیسته. الله ای کار کرد. ما گفته بودیم که داستان انبیاء علیهم السلام درس عبرت برای مخالفین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و تسلی برای پیغمبر بود که حالت باقی نمیمانه. پیغمبر، این کمی شما، این چیستا قلت شما که مردم سر شما ظلم میکنه، همونطور نمیمانه. روزی فرا میرسه که همین قوت هایی که تصورش نمیشه که یا از بین بره، میبینی که الله متعال چه قسم با آسانی یار از بین میبره. اگر ما مسلمانی واقعی باشیم، یقینا در همچون رمضان مبارک به اخلاص دل توبه بکنیم، رجوع به کتاب الله و سنت رسول الله بکنیم. این دنیای کفر، یا بر قدرت غرب، این که در رأسش امریکا قرار داره، شما این نظامی از یارت ببینی که الله با باد و طوفان مکمل هلاک بسازشه.